دوستان من امریکا هستم و امروز منم با اولین ویدیوی سعی کن نخندیه چنلم بریم که ببینیم. خب دوستان براتون عجیب نباشه من نزدیکتر شدم، الان رو میز دارم صندلی‌ام و آره و پیرنم یهو عوض شد و اینا. اول مجازاتا رو بهتون بگم، اگه بخندم یا باید چاپ بخورم، چاپ بازی باید بخورم واقعا قورت بدم، یا اینکه آب زرچوبه رب خام، این همه من رو متنفرم. گل محمدی خام به اضافه دارچین، تخم مرغ. چیزی شکست؟ نه، ولی کلا سفت‌ترین چیز سفت‌ترین چیز نیست ولی بدترینش. حالا بریم که ببینیم. خب دوستان من برگشتم و اومدم که شروع کنیم با ویدیوی اول. ببینیم چه سمایی در انتظارم و اینکه من این ویدیوها رو یعنی من خودم گلچین نکردم، پشت سرم نذاشتم که بدونم و ببینم توش چیه. دادم یکی از دوستان که منو میشناخته و خیلی آدم سم و مریض و روانی و اصلا نمیشه در باشه اومده برام اینا رو گلچین کرده. حالا بریم که ببینیم. سخنانات متقداور بود، بیشتر بگو بچه انقدر میدونسته من به این چیزا میخندم. 1 میلیارد دلار بگیرید اما بعد از بحث قبول کنید که اشتباه کردید مامان من. خب اینجا وقتی میفهمی راه اندازه من همون رشته‌ای که تو داری میخونی فارغ التحصیل شد. بچه‌های 3 سال وقتی 2 دقیقه تناشو میذاری یهو مواد شوینده پیدا میکنه. تون میبینیم که تایم ویدیو زیاد نشه چون نخندیدم. قول چرا جادو 3 تا آرزو داری من با هیتلر برم ماشین برقی. ما دو تا چقدر شکل همیم. دربار خواستم بگم که من اندارم زبونم بند و مزیدم توی شلوار. آخ سب خیلی سم بود. ببخشید خندیدم، ببخشید که نداره شما کیف. خب اول مجازات رب تقریبا گندیده است. وای این همه از رو متنفرم، یعنی بدم میاد. اینو ادامه با این دست بالای سر از حرف پیغمبر فرار میکنه از زیر. گرسلی همراهی گفتم خامنه‌ای چی؟ یا خدا خامنه‌ای چی؟
نکته مهم در پابجی موبایل ابحث اسکوات یا همون کار تیمی است. لیکن در بعضی از اسکوات ها دیده شده که وقتی هم تیمی یا دوستی یا به هر دلیلی ناک شده ریواید نکردن و گذاشتن تلف شه تا بلکه منابعش رو دارن. صدای خود پاپیوزش شد. مینی سیگما یا خدا خاله شادونه امون برم سر این خندیده ها که تموم شد. امون برم خدا زده حسابش خود شد. یا خدا امون برم شروع شد. شب تولده چه یک گلبار شده. وات یا خدا تو نکنه. آقا استوب خندیدم. چه سمی بود من دیدم. امپورک گلگلک و گلگلک مبارک. خب الان زردچوبه رو میگیریم. آب زردچوبه است دیگه، خود زردچوبه است. کل زردچوبه رو خواهید تو آب قشنگ غلیظ زرد شد، رنگ گوه گرفت. حال نخوردم. حرفی ندارم. بریم ویدیوهای بعدی. خندیدن آقا خندیدن. مجازات بعدی مجبورم چاپ بازی اینقدر کوچیک نیست به خدا. نگاه بخورم چطوری نخورم. آدم روانیه. شاون مایکلز نمیدونم یه همچیز. قدش 180 وزنش 102 قهرمانی هم 12. من چطوری بخورم چی کارش کنم. عجب. نگاه نیستی جا خوردمش. نگاه اینطوری کنه دهنم هرچی باشه میفته. خوردم پشیمانم سید. بریم بعد. یا خدا این چیه؟ Видно в голове мам, коксу 5 грамм, отлетит сам, краины запомнения. بابا وقتی میدن غذا مونده رو میدیم بهشون. گناه دارن چه ظلم میکنن در حقشون. وقتی میرم دستشویی در میام آب میخورم کلیان. شجریان میخونن کلیان. چی خیلی رضا آقا استوبسوس رضا خیلی خداست. اصلا میمای رضا هرچی رضا هست خنده داره.
گل محمدی زرد تا حالا دیده بودی؟ گل محمدی اینقدر چی؟ گل محمدی به خدا چطوری من بخورم؟ ساقش رو دیگه بذارم بیرون. نمیخوام تلخه خوب میده. خودم یزیدا دارم برای شما مجازات هایی که نمیشه. اذیتم نکنید دیگه. کمک هیچ تشنجی رو مغز من نیست. بنویس راحت باش. خوب بکنه فوش میدی. ما داریم قلیون میکشیم. خیلی چیزا برای از دست من دارم. مشکل داری خوش به حالت ما ندارم. اونی که چند تا هفته ساده کل اکیپو به دوام دست خوشحاله. خنده نبود. یه جورایی دیدم 500 تا مورچه جلوم گفتم خدایا من با اینا چیکار کنم. یه دفعه ببین شیطونی جارو نگاش کردم همون رسیدیم به دیوار بلوکی، از دیوار گلیه رفتیم بالا رسیدیم به باغ پرتقال. اولو داشت یکی قد داشتیم انار میچیدیم. صاحب باغ انجیر اومد برام میگه خسارت تمام شله باید بدیم. پول آلبالوها داریم. از باغ گیلاس دادیم بیرون. یکی از بچه‌ها چند تا سیب زمینی از باغ اندونو با خودش آورد. گفتیم کی همین یه لحظه این یارو خب از این آدمایی که میشینه هم وزن خودش تریاک میکشه، بعد میاد ویدیو میگیره حرف میزنه. حرفاش معلوم بود. خودم به امتی هواپیما آنتن نداره. هواپیما میاد وات فاک. آمریکا عرب هواپیما برج دوقلو انفجار بام. خب چه دارچین انقدر اندازه لبامه. خب نگاه نصف کنم خیلی بیدارم. تو فش کنی نمیشه. خب بد بود. دارم میسوزم. خب از من پایین تر زندگی میکنم. و سوختم. نمردم. میکشمت. If life is giving you lemons, squeeze the juice into a water gun and آقا من با این خندیدم باید برم جهنم. آجی خود خنددار بود. نمیشه تخم مرغ نخورم. نقطه ضعف من اینه. بخورم تموم. امیر تموم کرد. میام اینه من اووردوز کردم. اینجا دارم مواد میکشم. رفتیم باغ هلو. شلیل داشت یکی سیب زمینی از درخت پیاز شیدیم. خب
ورداشتیم به جا شربت شراب خوردیم که نوشابه پس دادیم. بعد همون آب میوه ساندیس رو بردیم، خب به خرسیتاب دادیم. بعد خرو پرواز کرد. بعد دیدیم زیر زمین درون. خودم اصلا خلق میکنم، مشکل داری؟ نداشته باش. چیزی که من فهمیدم باید تند اینطوری بری بالا. خب بعد به نظرتون میشه یا نه؟ مسئله این است که میشود یا نه. نمیدونم حاجی. توری دهنم باز کنم یهو بدم داخل. میخوام بخورم، نگاش کنم آدم بهم. 1 2 5 نه 1 2 3 نمیتونم بخورم اصلا. تکسچرش به لبم خورد، حالم به هم خورد. من نمیخورم. خب برای شما تو که این ویدیو رو ببینی ساب کن چنلو. دارم خودم رو زجر میدم. نگاه من یه جوریم که یه گوشت نرم تو غذا باشه حالم به بالا میاد. حالا خیلی سرم میخواستم برم باشگاه بدنسازی، من گوشتا رو آب کنم. 1 2 3 میارم نزدیک دهنم و غمی. 1 2 3 خوردم. خیلیشو خوردم. خب آقا من برگشتم و مقدار زیادی از تخم مرغ خوردم و حالم بد شد و بالا نیاوردم این دفعه نه، چون من آدم نمیرالمومنینم. آره خب لیمون لیمون. خب بریم ویدیوهای بعدی. من دیگه نمیخنده، خندم سوخت و بگم این بخندم باز باید همون مجازات ها رو دوباره تکرار کنم. یعنی برعکس، یعنی تخم مرغ دوباره باید بخورم بعدش دارچین. وای میخواستم بگم حالا که همه چی بین ما دیگه تموم شده، واسه جمله آخر یه چیزی میخواستم بهت بگم. داری 50 تومن به من دستی بدی؟ تازه پرید اشتر تو آزدی. من پدر تو هستم. میزنم جنه بودم درسته سیه. سلام خانم نجات، من آزمایش میخوام انجام بدم. یک ظرف شیشه یه در داره، این داخلش تیله و کم نمک خدا زدتش شکست. گوه خوردی چه دهنه خیلی میخوره بیدیش
چیزی نیست. صدای یه خود سرم درد میکنه. سیگار میخوای بدم؟ سیگار به چه دردش میخوره؟ بیا بابا چون دوای پیش خودم. ببین از مرز گذشته است خب؟ یه ذره نیست تو چایی هم یه ذره تلخه میخوری ولی زود خوب میشی. فکر نکنی نه من آدم فضایی در حال به دست آوردن اطلاعات راجع خودشون ویدیوهای مرگرد رو میدارن میبینن. من این هواپیما رو میبرم آلمان. میخوام آقا این مجازات روز آخر ویدیو. این ویدیو آخر فکر کنم چون میخوام یه زندگی جدید بسازم. هر کدومتون خواست آلمان با من پیاده میشه. آقا این لیمو ازش بدم میاد. خیلی چیزای ترش بدم با پیوز. خوردمش. دیگه خودشو میسازه. اگه نخواست هواپیما برمیگرده سمت شیراز. میرین زندگیتون رو میکنین. چرا آلمان؟ تو که ما رو میدوزی. ببر تایلند. What the fuck؟ دیگه حساب نبود نخندیدم. خب آقا این ویدیو هم به پایان رسید. کلاغه به خونش نرسید. من سر هر ویدیو باید اینطوری زجر بکشم و حالم بد بشه. دلتون میاد منو اذیت کنی. تازه ویدیو از چند تا ویو میخوره؟ کلا اصلا 10 تا. خیلی بشه 15. جز این نیست. یعنی 10 تا 15 تا بیشتر ویو نمیتونه بخوره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و فعلا خدا حافظ.